таҳдид ва хатари коронавирус боиси пурзӯр кардани ҳолати санитарӣ ва эпидемиологӣ дар вилояти Суғд гардидааст. Аз маркази назорати давлати санитарию эпидемиологӣ хабар доданд, ки чораҳои иловагӣ барои пешгирии ин вируси марговар аллакай андешида шудааст. Масалан, дар як рӯз 2 маротиба ҷойҳои ҷамъиятӣ ва бозорҳоро безарар менамоянд. گروه برنامه اطلاعاتی خبر در سرحد قرار دارد. اون طرف ما جمهوری قرقیزستان است. موضعی که ما در حال حاضر ایستاده ایم منطقه نظارتی سرحدی، شعبه نظارتی سرحدی آچ قلعچه است و در اینجا شعبه دیزینفکسیونی ناحیه باباجان غفورов تمام راهروها و گذرگاه‌ها را با خلورهای مخصوص دیزینفکسیون کرده ایستادند که این حالت برای پیشگیری کرونا ویروس مساعدت می‌کند. شروع از نقطه سانیتری نزد گذرگاه سرحدی ناحیه باباجان غفورов جماعت دهاتی اوچی قلعچه کارمندان مؤسسه دولتی دیزینفکسی ناحیه راهروها را بی‌ضرر نمودند. دیزینفکسی طریق مایع مخصوص برای نابود ساختن میکروب و ویروس و اینفکسیه ها پاشیده شد. یعنی مایع از محلول گیپخلورید کلسی آماده شده است. کاری بی‌ضرر گردانی در یک روز 2 مرتبه گذرانده شده ایستاده است. این برای زدم همش دو روز میرسد. با پافتور میزنیم. یا با پدرش یا با بیکار. کجاها میزنید؟ اصلا جوری جواب بدید. جمعی شده. باز آب منیم راه جنسه. اگر 1 کیلو کالسیوم 10 لیتر آب تیار میکنیم. شما 100 لیتر میشن. چون همون دیگه رو میکنیم 100 لیتر میشن. همون دیگه صاف کرده اپراتنا آنخون میزنیم. 1 کیلوش 100 لیتر آب میشن. بی‌ضررگردانی در 2 نقطه اساسی ناحیه باباجان غفورov یعنی در نقطه سانیتری نزد گذرگاه سرحدی اوچی قلعچه و فرودگاه بین المللی که همه روز از آنجا مهمانان و ساکنان ولایت وارد سوق می‌گردند پر به راه مانده شده است. بنا به اطلاع دیرکتور این مؤسسه لایق علیمov حالا برای پیشگیری و تهدید نکردن خطر از کرونا ویروس بجز این 2 نقطه اساسی تمام 84 مؤسسه های تحصیلات عمومی این ناحیه پر بی‌ضرر کرده شدند. از این پس دیزینفکسی در مکتب و مؤسسه های تا مکتبی دوام یک روز 2 مرتبه گذرانده می شود. بجز این مسجدهای جامع و 5 وقته نیز دیزینفکسی خواهند شد. در همه مؤسسه‌های مکتبی تا مکتبی و بیمارخانه‌ها در همه جای جمعیتی بازارها همه کارهای بی‌ضررگردانی را علاقه ما یک دوره علاقه به اتمام رساندیم. در حدود ناحیه باباجان غفورov 84 تا مکتب است و باغچه‌های کودکانه است که همه اینها را علاقه ما یک دوره کارهای بی‌ضررگردانی کرده شد. و مسجدهای جامعه علاقه ما احتمال است روزهای نزدیک مسجدها را نیز بی‌ضرر گردانیم و آنها را ما با گیپخلورید کلسی تامین کرده هستیم که آنها خودشان با قدر تواناییشان ما علاقه آنها را فهمانده ایستادیم و یا خودشان دیزینفکسیونی کرده ایستادند. رو احتمال است روزهای نزدیک با خودمان کارهای بی‌ضرر گردانی در مسجدها سر کنیم. بنا به اطلاع دیرکتور مرکزی دولتی دیزینفکسی و پروفیلاکتیک ناحیه باباجان غفورov حالا نزدیک 1 تن ذخیره گیپخلورید کلسی در شعبه سانیتری نگاه داشته شده است که این ذخیره برای پر بی‌ضرر نمودن تمام موضع‌های جمعیتی در ناحیه باباجان غفورov بسندگی می‌کند. زیرا از روی تحلیل متخصصان ساحه بی‌ضررگردانی 1 کیلوگرم گیپخلورید کلسی را به 10 لیتر آب محلول کرده مایع ضد ویروسی را آماده می‌نمایند. ما گیپخلورید کلسی ما اکتیوش هست ما آن را در شعبه سانیتری می برده اکتیوش می سنجیم. البته این گیپخلورید کلسی هایی که ما دسترس میکنیم نه کم از 45 تا 50-60% اکتیوش دارند. البته این چخیلی که شما دیدید ما در گرانیسه در سرحد اوچ قلعچه کارهای بی‌ضررگردانی گذراندیم. در حلقه همه اینجا را گوی گیپخلورید کلسی زیر کرده است. ساکنان جماعتی دهاتی اوچی قلعچه تا امروز در تهلکه بودند. آنها میگویند که کرونا ویروس باعث تشویش و خواطری گردیده است. بعدی با مایع مخصوص بی‌ضررگردانی تا اندازه خواطری و تهلکه آنها پستر شد. جهاننده کرونا ویروس همه و تشویش آور و شده ایستاده است. همون و کسل خواطر همه من پیشگیری کرده ایستادیتان این و شما و همه تان با رحمت وقتی من وایتون وقتی من پیشبری همین کسلی پیش گرفته ایستادیتان ما همه تان با نام قشلاقم نام اهل عائلم رحمت میگویم.
аз рӯи таҳлили эпидемиологҳо ки дар нуқтаи санитарии ин гузаргоҳи сарҳадӣ маскон гирифтанд, шурӯъ аз соати 7:30 то соати 11, яъне давоми 3 соат беш аз 35 нафар сокинони ҷумҳурии Қирғизистон ба ҳудуди вилояти Суғд ворид шуданд. ҳарорати бадани ҳар яки онҳо санҷида шуда хуб буд. барои пешгирӣ аз ин вируси хатарзо ҳамаи чораҳо, ҳам корҳои безараргардонӣ ва ҳам санитарию эпидемиологӣ андешида шуда истодааст. гузориши Мафнӯшкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.